این اردک پلاستیکی 200 میلیون تومان هزینه‌اش شده. ولی مگه چی داره؟ شاید اول فکر کردین این یه NFT آینده دار و پولسازه، یا همراه با این اردک دیجیتالی یه محصول فیزیکی ارزشمندی وجود داره که ارزش اون بالاست. ولی باید بگم این اردک کاراکتر بازی منه و اگه دست هر کسی دیگه ای باشه ممکنه انقدر گرون نباشه. ولی چرا؟ سلام. توی ویدیو اولم گفتم که شغلمو کنار گذاشتم تا تمام تمرکزمو بذارم روی ساخت بازی. بعد از چند ماه آموزش، دقیقاً زمانی که همه از من قطع امید کرده بودن و فکر میکردن دیوونه شدم، یه ایده به سرم زد. کاراکتر اصلی بازیم یه اردک باشه. انگار بهم الهام شده بود که این اردک قرار مسیر زندگیمو عوض کنه. اما چی انقدر گرونش کرده؟ میگم عجله نداشته باش. Expensive. برای ساخت یه بازی که کاراکترش این اردک باشه میتونستم یه تیم رو استخدام کنم که مطمئناً هزینه اون کار زیاد میشد و البته منم ارزشی رو خلق نمی کردم و صرفا مثل قدیم یه سابکار بودم، نه یه بازی ساز. ولی من میخواستم بازی ساز بشم و تصمیم گرفتم خودم همه کاراشو انجام بدم و بابت ساختنش پولی پرداخت نکنم. Mr. Scrooge? پس چه این اردک رو گرون کرده؟ تقریباً تا به اینجا یه ماه زمان برده تا حرکت اردک رو بسازم و محیط بازی رو طراحی کنم. سخت بود؟ بعضی جا خیلی، مثلا درست کردن آب واقعاً زمان زیادی برد، مخصوصاً اینکه نسخه یونیتی من 6 و تو نسخه‌های قدیمی راحت‌تر میشد آب رو شبیه سازی کرد. ویدیوهای آموزشی هم که در مورد شبیه سازی آب وجود داره مربوط به نسخه‌های قدیمی هست. منتظری بگم چی باعث شده اردکم گرون بشه؟ باشه یکم صبر کن میگم. فشار رها کردن کارم داشت دیوونم میکرد. اینجا بود که حس کردم چقدر شبیه اردک داستانمم. هر دومون یه هدف برای دنبال کردن نیاز داشتیم و تنها توی دریای بیکسی شنا میکردیم. خلاصه که من و اردک در کنار همدیگه داریم به هدفمون فکر میکنیم و خیال بافی میکنیم. من میتونم اونو با هدفش آشنا کنم، اما اونم میتونه منو به هدفم برسونه. همه چی بستگی به این داره که چند وقتی که طول میکشه تا این بازی ساخته بشه و چقدر میشه باش درآمد کسب کرد. Mr. Scrooge? حالا میخوام جواب سوالتو بدم، ولی قبلش یادت نره که لایک و سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو بزنی. طی همین 2-3 ماهی که طول میکشه تا این بازی ساخته بشه میتونستم 200 میلیون تومان درآمد داشته باشم، اما من بی خیال این درآمد شدم و میخوام به هدفم یعنی بازی ساز شدن برسم. پس این اردک پلاستیکی 200 میلیون تومان هزینه‌اش شده. به نظر شما هدف این اردک چیه یا چیکار میخواد بکنه؟ لایک و سابسکرایب فراموش نشه.